روانشناس آمریکایی به اسم هری هارلو یه سری آزمایشات انجام داده. یکیشون این بوده که بچه میمونی که نژادش با انسان 95% شباهت داره از مادرش دور میشه. بعدش بچه میمونا رو میبره و میذاره تو اتاقی که 2 میمون ساختگی از قبل اونجا بودن. یکیشون قاب سیمی داشته و یه شیشه شیر دستش بوده و دیگری با پوشش نرمی پوشونده شده بود، اما بطری شیر نداشته. حالا به من بگید به نظرتون بچه میمونا کدوم یکی رو ترجیح دادن؟ نماوا تقدیم میکنند. اونی که بطری شیر دستش بوده. اون محققم مثل ایشون همین فرضیه رو داشته، اما ثابت شد که اشتباه میکرده. بچه میمون از خودش وابستگی شدیدی به میمون تقلبی با پوشش نرم نشون میده. این پژوهش اهمیت صمیمیت رو برای محقق مورد نظر ثابت کرد و به ما نشون داد که چقدر ارزشمنده. 15 ثانیه بهم وقت بده. 15 ثانیه؟ اگه بعدش هنوزم به نظرت به اندازه یه ظرف سفالی درخت فایده نداشتم، اون وقت اعتراف میکنم به اندازه درختم نیستم. آماده؟ شروع. تماس چشمی هم به لمس بدنی شباهت زیادی داره. در اون زمان دوپامین که نوعی انتقال دهنده عصبیه داخل مغزتون آزاد میشه و باعث میشه موقع تماس چشمی احساس لذت کنید. عزمت که اون کارو نکردم. آره بابا، هر دومون بزرگی، این اتفاقا میفته. مدیر دومین جون، تو مریض شدی؟ نه چی میگه؟ نزدیک من نیا. برو آقا، به من دست نزن. برو. فریبشو نخوری. قلبی که از شدت ضربان به تپش افتاده از عشق واقعی بایستی متمایز بشه، چون با هم فرق داره. مطمئنم همون مردیه که تصویرش تو دوربین افتاده بود. همون مردی که اون شب بالای دره دیدمش. یعنی دومین جون بود؟ بله قربان. آقای دومینچون، از طرف پلیس یونگ دونگ پو اومدم. چند سوال در مورد مرگ هنرپیشه هان یورا داشتم. اگه یو اس بی دست چون سونگی نباشه، پس به احتمال زیاد پیش دومین جونه. یعنی مدیر دو بعد از قرار دیشبمون مریض شده و احساس میکنم بدنم پر از ویروسه.
ای دومین جان، دومین جان، دومین جان، یعنی مرده؟ خیلی تند میزنه. مگه میشه قلب اینقدر تند بزنه؟ آه خدایا، تو خوبی؟ فکر کردم برات اتفاقی افتاده. برو کنار. باید بریم بیمارستان. کلت اونقدر داغه که میشه روش یه تخم مرغ پخت. بلند شو. من بیمارستان نمیرم. چرا نمیری؟ ها؟ آخه چرا؟ آره تبش خیلی بالاست. دمای بدنش حدود 50 درجه است. اگه اونقدر بود که الان مرده بود. میشه یکم منطقی صحبت کنی؟ داغه، خیلی داغه. بیمارستانم نمیخواد بره. کی هست حالا؟ حالا این مهمه؟ بگو چی کار کنم؟ تو 3 خواهرزاده بزرگ کردی. آره خب بهترین درمان تب بالا اینه که خب لباساشو در بیاری. باید این کارو بکنم. در وردی؟ هنوز نه. لباساشو در بیار، بعد با حوله‌ای که خیس کردی بدنشو ماساژ بده. بدنشو ماساژ بدم؟ یعنی باید همچین کاری بکنم؟ بهترین روشه. جواب میده. حتی قنداق خواهرزادم هم باز میکردم. نه بابا من نمیتونم. نمیتونی؟ مگه بچه چقدر برو بزرگه؟ کنار. چند سالشه؟ من بیمارستان یه نمیرم. دقیقه وایسا ببینم. اون چه صدایی بود الان اومد؟ صدای آدم بزرگسال بود. بزرگسال بود داره؟ باشه خدافظ. ولی من باید نجاتش بدم. داری چی کار میکنی؟ این بهترین درمان تب بالاست. لباست هم در بیاری بهتر میشه. نکن این کارو. برو بیرون. خیلی خوششانسی که مدل زندگیم هلن کلر بوده. اونو میشناسی؟ یه فرشته سفید پوشه. منظورت فلورانس نایتینگله؟ حالا نمیخواد به این چیزا گیر بدیم. موضوع اینه که میخواستم پرستار بشم. الانم دارم از تو پرستاری میکنم. خب به هم گفتم باید با حوله خیس توی آب گرم تو رو ماساژ بدم. اگه نمیخوای من این کارو انجام بدم، خب خودت تنهایی این کارو بکن. گفتم برو بیرون. به خاطر ماجرای دیشبه. خب تقصیر تو که نبود. بهت هشدار داده بودم. گفتم پر از کششم. اصلا من کارخونه جذابیتم. تو هم آدمی زدی. خب غیر ممکنه که بخوای جلوی خودتو بگیری. اما چرا بعد از اینکه من اوبیسیتی مریض شدی خب ناراحت میشم. من بهم بر میخوره. دفعه اولته که یکیو میبوسی ها؟ دفعه اولت بود؟ نه. پس این همه وقت چی کار میکردی ها؟ ای بابا خودت منو بوسیدی. حالا ناراحتم شده آقا. واقعا که بگذاریم. به هر حال باید تبتو بیارم پایین. آخه یهویی چه بلایی بود که سرش اومد.
وای چه سرده. دختره نادون، واسه چی داری به من زنگ میزنی؟ زنگ بزن به اون پسره، زنگ بزن اونی که خاطر خاشی. خوابیدی؟ اگه بیداری به هم زنگ بزن. بگو چیه؟ میخواستم یه چیزی ازت بپرسم. چیه؟ مردی که تو عکس دوربین مدار بسته بود و یادته؟ دومین جونو میگم. چند سالشه؟ شنیدم دانشگاه درس میده. شغل قبلیش چی بوده؟ نمیدونی برادر داره یا نه؟ مثلا برادر دوقلو یا یه برادری که ازش بزرگتر باشه یا یه همچین چیزی. واسه چی میخوای بدونی؟ در مورد ارتباطش با چون سونگی چیزی پیدا کردی؟ مگه تو بهترین دوستش نیستی؟ باید خودت بری و از دوستت بپرسی، نه اینکه بیایی از من بپرسی. من دیگه دوستش نیستم. دیگه خیلی عجیب و غریب شد. اگه دوستش نیستی چه اهمیتی برات داره که بینشون چه ارتباطی وجود داره؟ چیه نمیشه به هم بگی؟ یه جای کارش میلنگه. مثلا کجاش؟ هی اونجا چی کار میکنی؟ ها؟ بیدار شدی؟ حالت بهتره؟ خب نگرانت بودم، گفتم کنارت باشم، اما چون پنجره باز بود خیلی سرد شد، منم اومدم این تو. حالا این چرا باز نمیشه؟ ای بابا. حالا دیگه حالم بهتره. برو بیرون. ببخشید؟ چی فرمودین؟ خوب شدی برم پی کارم؟ اشتباه حرفاتو شنیدم یا اینکه تو دیوونه شدی آقا؟ یعنی بعد از این همه شب بیداری یا پرستاری اینطوری جواب محبتمو میدی؟ حتما باید بهتر شده باشی که مثل عوضی ها حرف میزنی، واقعا که ها؟ حالا این چرا باز نمیشه؟ میشه ساکت بشی؟ فکر کنم زیپش خراب شده، باز نمیشه. ببینم میتونی از بیرون بازش کنی؟ اصلا اینطوری بمون، انقدرم رو اعصاب نرو. چی؟ داری شوخی میکنی؟ بازش کن، بازش کن. دامین جون آه خدا، بعد از این همه پرستاری شب بیداری اینطوری جوابمو میدی؟ وای خدا کارم اشتباه بود. باید نجابت به خرج بدی. بعد از این همه پرستاری که ازت کردم باید اول از من تشکر کنی. نباید اینطوری زندگی کنی. این نصیحت منو همیشه آویزه گوشت کن، فهمیدی؟ وای حالا بیا اینو باز کن، زود باش. تا 3 میشمارم، بعدش نمیدونم چی کار میکنم. 1 2 2 نیم 2 7 8. بابا منو از این تو درم بیار دیگه خدایا.
انقدر صدا نکن، سرم درد گرفت. از این تو درم بیار. داری چی کار میکنی؟ منو از این تو بیار بیرون. ولم کن. بیام بیرون میکشم. وقتی عصبانی بشم خیلی ترسناک میشم. مرتی که یه دیوونه، منو بیار بیرون. واقعا که دیوونه ای. وای منو بیار بیرون. با این همه محبتی که بهش کردم از من طلبکارم هست. واقعا که عجب آدم بی‌انصافیه. تو یه آدم دیوونه ای، هیچ جالب نیست، میفهمی؟ خیلی سرده، وای گشنم شده. مدیر دو نیست؟ وقت کنفرانسشه. آخه یعنی چی؟ اون هیچ وقت دیر نمیکنه. تو راهنامه تشکر و مرخصیشو دیدم. امروز رو میخواد استراحت کنه. مثل این که اونم مریض میشه. فکرشم نمی کردم. تو کی هستی؟ پدر جان. جونسونگی؟ خوشحالم که میبینمتون پدر جان. سال نوتون مبارک. و همچنین. پدر جان میشه لطفا من از این تو بیاریم بیرون؟ آره. پس صبح بهتون زنگ زده بود؟ آره. آخه یهویی چه شده؟ حالش خوب نیست اما حاضر نیست بره بیمارستان. لازم نیست بره. آخه چرا؟ میدونم سخته اما یکم بخور. میخوام بخورم ولی هیچی از گلوم پایین نمیره. آخه چه اتفاقی برات افتاده؟ 30 سال پیشم که کارمند بانک بودی این اتفاق برات افتاد. میدونی وقتی اولین بار با هم آشنا شدی یکی که خیلی ازت متنفر بود تو قهوت توف کرده بود و بعد از اینکه خوردیش قش کردی. به خاطر اون جریان یه هفته مریض شده بودی. مین گیون وونگ. بعد از این همه سال هنوز کاملا قیافشو یادمه. تو بعد از اون دیگه با هیچ کس غذا نمیخوردی. ببینم با چونسونگی غذا خوردی یا نه؟ آره خب. بذار ببینم آخرین بار که با من غذا خوردی اون موقع که مشکل پیش نیومد. چی شده آخه؟ ببینم از اون کاره کردی؟ اون که نه اون کارو نکردم. سالها الکل نمیخورم. نباید عجله میکردی. لازم نبود زندگی تو بابتش به خطر بندازی. خیلی خوب. حالا چرا وقتی داری میری داره اینطوری میشه؟ دیدنش قلبمو میشکنه. یعنی هیچ راهی نیست بتونی بمونی ها؟ اگه شدید وابسته بشی و بعدش بخوای بذاری بری برات سخت میشه جون تو. به علاوه اونی که میذاریشو میری هم قلبش میشکنه. خب این چه وضعشه؟ خود مستاجر مرده به اندازه کافی ترسناک بود. درسته. باید دیوارا را از نو رنگ بزنید. باهاش صحبت نکرده بودید؟ نمیدیدمش، فقط شبا فعالیت داشت. لطفاً بی سر و صدا کارتونو بکنین.
نمیخوام اجاره خونه به خاطرش کم بشه. باشه. میدونی طرف دیوانه هانیورا بوده. کاراگاه؟ بله. به نظرتون هیچی؟ OBGYN برای 1 ماه پیشه، یعنی واقعا حامله بوده. کالبد کافی همچین چیزی رو نشون نداد. اونا فقط از خونش نمونه گیری کردن. روال کاریشون اینه که اگه قربانی مشخصا حامله باشه اون وقت بررسی دقیق تر میکنن و الا کاریش ندارن. میخواستن ببینن خودکشی بوده یا قتل عمد. به نظرم بهتره که یه سری به اون بیمارستان بزنیم. برای من خیلی جالب شد. فکر میکنم با این اوصاف هانیورا با یکی بوده. به نظر من همون مردی باشه که با همدیگه رفته بودن نمایشگاه مرگ. فکر میکنم اسمش چی بود؟ دومین جان. چرا؟ خودت هم شایعات شنیدی. چون سونگی و هانیورا داشتن توی آرایشگاه سر یه مرد دعوا میکرد. تصاویر دوربینو که دیدیم اونو دعوای خاصی با هم نمیکرد. نه، اما اینم هست که درگیری داشتن. بعدش هم یه مردی اومده، اونم دومین جان بوده. حالا اگه بخوایم سناریوی این حادثه را بنویسیم اینطوری میشه که دومین جان و چون سونگی به خاطر اینکه همسایه بودن یواش یواش عاشق هم دیگه میشن، اما بعدش دومین چون و هانیورا بهش خیانت میکنن. به هر حال پسر خوش قیافه و خرپول بوده. بعدش چونسونگی مچشونو میگیره، اونجاست که دعوا را میفته. اون وقت پسر چونسونگی رو انتخاب میکنه. بعدش هم اینجا رو باش، به خاطر ارتباط قبلیه که هانیورا حامله بوده. اینجاست که دومینچان تصمیم میگیره شر هانیورا رو کم کنه. اما برای اون شب عذر خیلی خوبی داره. آره، به نظر من همینش هم عجیبه. نمیخواد وقتی هیچ دلیل و مدرکی نداره بی خودی جوگیر بشی. بهش میگن حدس، یه ذره تخیل نداره. تازه کار دیگه، این چیزا حالیش نمیشه که. آره بابا. لطفا ازش مراقبت کنید. بهش بگید بقیه اون سوپ هم بخوره. باشه، بهش میگم، نگران نباشیم پدر. احیانا اگه یه وقتی بیادبی کرد تو سوپش تف نکنین، گناه داره. اتفاقا میخواستم همین کارو بکنم. نه، شوخی کردم پدر جان. اصلا نمیشه، چون که فاجعه میشه. خداحافظ. خاطرته 3 ماه آخر روی زمین؟ اون چی بود؟ همونی که در مورد 3 ماه آخر روی زمین یه چیزی نوشته بودی؟ داری جایی میری یا اینکه نکنه مریضی ها؟ گفتم هیچ سوالی نپرس. غیر ممکنه. ببینم یورا حامله بوده؟ بله. پس چرا کالبد شکافی چیزی نشون نداد؟ زودتر از اونی بود که تو کالبد شکافی معلوم بشه. از روی سوابق بیمارستانش متوجه شدن. تمام آشناهای هر دومون اینجان. حالا صبر کن ببین چطوری غافلگیرشون میکنم. خودت هم حسابی جا میخوری. افسردگیم فقط به تو بستگی داره. حتی داروام هم قطع کردم. نمیتونی فکرشو بکنی. میخوام به همه درباره رابطمون بگم. دادستانی هنوز احتمال قتل رو رد نکرده. دارن دنبال نامزدش میگردن. امکانش زیاده که چون سونگی به عنوان شاهد احضار بشه. اگه در مورد رابطه شما و هانیورا بهشون بگه اینجوری باید به یه جای سر بزنم. گفتم که پولتو پس میدم. نمیخوام فرار کنم که حالا ناسلامتی مادر چونسونگی ما. اینقدر نگران نباش باشه.
خیلی وقت ندیده بودمتون. درست آقای کانگ، تو همین چند ماه پیش همش بهمون زنگ میزدید و تماس داشتیم، اما به خاطر اینکه یهویی دیگه هیچ تماسی نگرفتین. قهوه سفارش بدم؟ واقعا؟ این همه؟ آخه چرا؟ البته خب دخترم ارزششو داره دیگه، مگه نه؟ اما یه شرطی دارم. چی؟ نقشایی که چون سونگی تا امروز بازی کرده خیلی آروم و بی سر و صدا بود. دیگه به اندازه کافی بزرگ شده. منظورتون چیه؟ میخوام دامنه تنوع نقشاشو گسترش بدم. بعد تصویرشو عوض کنم. البته برای یه کار از تصاویر پیش ساخته و مدل استفاده میکنیم. به نظرم وقتش رسیده که یه مقدار فیلمای بزرگسالانه بازی کنه. البته نه از اون مدلای خیلی عجیب و غریب. مادر کیلو چنده؟ من که همچین پسر زشتی ندارم. برو خونه پیش مادر خودتو ازش بپرس چرا انقدر بدبخت و نکبتی تو. ببین اونی که داره خون دخترشو میمه که خودتی. چیه؟ پولش کم بود؟ خب خجالت نکش و بیشتر بخوا. حتما اگه بیشتر پیشنهاد میدادم قبول میکردی، مجبورش میکردی هر کاری بکنه. تو روحشو فروختی. چی؟ ببین مطمئنم بیشتر از قیمتی که من دادم کسی بهش پول نمیده. بین اون همه آدم. بذار یه چیزی بهت بگم. حرفه دخترت به آخر رسیده. منبع پول در آوردن دیگه از بین رفته. به خودت بیا. چی شده؟ من چرا اینجا خوابیدم؟ بهتری؟ دستت هنوز خوب نشده؟ خیلی درد میکنه ها؟ بهتره. پدرت یکم موند، خیلی نگرانت بود. به پدرت بیشتر از مادرت نزدیکی؟ منم همینطورم. پدر خودت کجاست؟ نمیدونم. تقریبا 12 ساله ندیدمش. دلم براش تنگ شده، اما هیچ وقت پیداش نمیشه. فکر کنم بابت آخرین باری که باهاش بدرفتاری کردم از من متنفر شده. شونگی گرسنمه. مامان بابا کجان؟ میتونی بری پی کارت. کاری میکنم موفق بشه. یونجا رو ببر، خودم سونگی رو بزرگ میکنم. به خاطر اینکه سونگی پول در میاره میخواش، اما یونجا رو به هم میدی چون که بیفایده است. آره چون که سونگی پول در میاره. تو که نمیخوای هیچ سودی واسش داشته باشی. من بودم که ازش بازیگر ساختم. من بودم که باش میرفتم سر فیلم برداریاش. از این به بعدم خودم مواظبشم. کاری میکنم موفق بشه. منم میتونم این کارو بکنم. منم میتونم مثل تو باش برم سر فیلم برداریاش. منم میتونم کاری بکنم موفق بشه. چرا وقتی که تو میتونی من نتونم؟ اصلا میدونی چقدر پول در میاره؟ نمیتونم بذارم فقط برای خودت داشته باشیش. سونگی منظورم این نبود. اینطور نیست. بهم دست نزن. سونگی اسممو صدا نکن. تو دیگه پدرم نیستی. دیگه نمیخوام ببینمت. اگه یه بار دیگه اسممو به زبون بیاری قسم میخورم که میرم و خودمو میکشم. الان که سنم
رفته بالا میتونم درک کنم که پدرم چرا اون حرفا رو میزد. در واقع هیچ منظوری نداشت. الان خیلی عصبانی و ناراحتم. آخه زمانی که با پدرم سپری کردم خیلی کم بود. اگه نمیخواست پیشم باشه پس چرا اینقدر به هم محبت کرد؟ بعد از این که از خونه زدم بیرون نزدیک بود بمیرم. نزدیک بود یه کامیون منو زیر کنه. اون وقت بود که یه نفر منو نجات داد. حتی الانم که بهش فکر میکنم به نظرم خیلی عجیب میاد. درست یه لحظه قبل از اینکه اون کامیون بهم بخوره منو نجات داد. بعدش توی چشم هم زدن دیدم که اون طرف خیابونم. با خودم میگفتم اون کیه؟ یه آدمه یا یه روح؟ شایدم یه فرشته یه نجاته. همیشه آخر حرفات به مزخرف میرسی. خیلی خوب درکت میکنم. خودم من بودم این حرفا رو باور نمیکردم. اما باور کن راست میگم. آخه هیکیونگم این صحنه رو دیده. برو بگیر بخواب. داداش جکیونگه. چرا جدیدن اینقدر بهم زنگ میزنه؟ یهو چی شد؟ سونگی؟ چون سونگی؟ خونه نیستی؟ مثل این که نیستی. عوضی خوش شانس. این داداش جکیونگم انگار یه چیزیش میشه. چطور مگه؟ فکر کنم خاطرخوام شده باشه. دیشب اومده بود منو ببینه و جدیدن خیلی نگران سلامتی منه. همش به هم زنگ میزنه و از من میخواد باهاش غذا بخورم. اوف. از این موقعیت ها متنفرم. حالا فکر میکنی این دوتا داداش با هم درگیر بشن؟ اگه رابطه هیکیونگو با برادرش خراب کرده باشم چی ها؟ فکر کردی تمام مردا خاطرخواه تو هن؟ همه به جز تو. البته شامل تو هم میشه. دیشب خیلی هیجان زده شده بودم. از چه تیپ دخترایی خوشت میاد؟ تیپ خاصی تو فکرم نیست. ولی تو فکر من هست. دلبسته کسی میشم که بتونه برای مدت زیادی پیشم بمونه. مثل پدرم نباشه که اونطوری منو گذاشت و رفت. یه نفر که تا ابد کنارم بمونه. با این اوصاف هیکیونگ اینطور آدمیه نه؟ چی شد؟ باید برای کلاس فردا آماده شم. شما کی باشی؟ منم میخواستم همینو بپرسم. شما کی هستی و چرا از اونجا میای بیرون؟ تا جایی که من میدونم هیچ کس اونجا نیست. درسته، کسی نیست. فکر میکردم ممکنه یکی باشه. لطفاً پیاممو به سونگی برسون و بهش بگو متاسفم که نشد ببینمش. همینطورم بهش بگو به زودی میام دیدنش. متوجه شدی؟ چی شده؟ تمومش کن. چیو؟
تا اونجایی که من میدونم فلش بیش توی بهتر اونو به هم پس بدی. به خاطر خودتو سنگی میگم. هیچ چیزی هست که نمیدونی. من از اون بچه لوسایی نیستم که تو بتونی باشون درگیر شی. فقط چون نخواستم بکشمت الان اینجایی. در مورد سنگی هم همینطوره. بهتر ازم تشکر کنی. شاید دفعه دیگه این فرصت رو ندم. لحظه‌ای که حتی انگشتتم سمت سونگی بره، اون وقت تمام دنیا از شخصیت واقعیت باخبر میشه. خودم این کار انجام میدم. یه چیزایی هست که جناب عالی نمیدونی. هرگز نمیتونی منو بکشی. هیچ وقت نمیتونی. مردی رو دوست دارم که بتونه برای مدت زیادی کنارم بمونه. مثل پدرم نباشه که اونطوری یهویی منو گذاشت و رفت. یکی که بتونه تا ابد کنارم باشه، برای همیشه. اگه بذاری احساساتت بیشتر بشن و بعدش بری، نه تنها برای خودت سخت میشه، بلکه برای اونی که اونو تنها میذاری و میری هم خیلی سخت میشه. پروفسور دومینجون؟ سلام. شما؟ خب من یوسمی هستم، بازیگرم. ببخشید، چون شنیده بودم امروز کلاس دارید اومدم ببینمتون. نمیدونم اینو میدونید یا نه، من دوست سونگی هستم. میخواستم در مورد سونگی باهاتون کمی صحبت کنم. شما یه لحظه وقت داری؟ باید ببخشید، حتما خیلی سرتون شلوغه. در مورد چی میخواستید بپرسید؟ تا حالا سونگی در مورد من باهاتون حرف نزده بوده؟ چرا آرایشش اینطوریه؟ واقعا که اصلا بلد نیست بازی کنه. منو که تحت تاثیر قرار نداد. حتما باید فردا نصیحتش کنم. آره نمیدونم. من که چیزای زیادی در موردتون ازش شنیدم. همیشه میگه شما کمک بزرگی براش بودید. به نظر میرسه خیلی بهتون وابسته است. من و سونگی از دوران دبیرستان با هم دیگه دوستیم، اما به خاطر اتفاقات اخیر یه سوء تفاهمی بینمون به وجود اومده. میونمون به هم خورد. میخوام باهاش آشتی بکنم. بعضی وقتا رفتاراش عجیب میشه. نمیدونم شما هم میدونید اون چطور شخصیتی داره یا نه؟ بله میدونم چه شخصیتی داره. کار آسونی نیست. مطمئناً آسون نیست.
میدونم فعلا اوضاع بینمون شکرابه، اما بازم میتونم یه کمکی باشم. اما اگه بدونه دارم این کارو میکنم، تنفرش ازم بیشتر از قبل میشه. میشه خواهشم رو قبول کنی؟ نگران اوضاع و احوالشم و نمیدونم ممکنه اتفاق بدی براش بیفته یا نه. خودم مستقیما نمیتونم حالشو بپرسم. میشه هر وقت خواستم حالشو بپرسم به شما زنگ بزنم؟ بله حتما. راستی شما تازه باهاش آشنا شدین یا این که خیلی وقت میشناسینش؟ وقتی چون سونگی به آپارتمانش نقل مکان کرد اونجا هم دیگر رو دیدیم. که اینطور. بگذاریم، خوشحالم اون وقت که بهتون نیاز داشت کنارش بودین. بیا سونگی. اسمشو درست بگو. ببخشید. ممنونم. خیلی ببخشید، عادت کردم، کاریش نمیشه کرد. اشکالی نداره. خیلی وقته که با سونگی کار میکنی، حتما خیلی برات سخته. مطمئنم هنوز اتفاقی که برای سونگی افتاده رو نتونستین فراموش بکنین، درسته؟ نه، خیالتون راحت باشه. بعد از کار کردن با یه فوق ستاره حتما کار کردن با من تازه کار براتون سخته. لطفاً با من راحت باشین، خجالت نکشین. اصلا اینطور نیست. شما یه پا فرشته ای. راستشو بخواین بیشتر از کار کردن با شما خوشم میاد. اینجوری خیلی بهتره. واقعا؟ البته. واقعا همینطوره؟ البته که همینطوره. از شما بیشتر خوشمون میاد. یه پارچه فرشته است. تو نباید اینطوری کنی. خودت هم که همینطور بودی. از شما بیشتر خوشم میاد. پول در آوردن کلن کار سختیه دیگه. این حتی از اون سوالی که مامان بابام ازم پرسیدن از کدومشون بیشتر خوشم میاد بدتره. بچگیام جلوی بابام میگفتم تو رو بیشتر دوست دارم، جلوی مامانم میگفتم تو رو بیشتر دوست دارم، ولی در واقع مادر بزرگمو بیشتر دوست داشتم. برای چی؟ به خاطر اینکه اون منو بزرگ کرده بود. امروز قلباً سونگی رو دوست داشتم، اما دروغکی گفتم که سمی رو بیشتر دوست دارم. منم همین. بچه سلام. سلام. سمی کجاست؟ اونجاست. زاویه‌اش بد بود. دوباره شروع میکنیم. صدا، دوربین، حرکت. ببخشید نتونستم برم تو حس. مشکل چیه؟ داره چی کار میکنه؟ معمولا تو صحنه‌های احساسی این کارو انجام میده. آره، یوسمی خیلی بهتر از چون سونگیه، مهربون تره. چی کار داری میکنی؟ سمی خیلی سخت بود؟ سردت نیست؟ چرا سمیو دیدی؟ برای چی اومده بود دیدنت ها؟ بهت که گفتم نگرانت بود، برای همین با هم حرف زد. نگران من؟ اون نگران من شده بود ها؟ اون که دیگه دوست من نیست. باورم نمیشه. یعنی تو کلش چی میگذاره؟ میخواد چه غلطی بکنه؟ میخواد بفهمه زندگی من چقدر گند خورده. تو که میگفتی اون دوست قدیمیته. برات مهمه ها؟ به نظر آدم خوبی میومد.
ببینم اصلا تو طرف کی هستی؟ طرف من یا اون دختره؟ اصلا موضوع این نیست. خیلی هم هست. شاید دلیل معقولانه‌ای برای تنفر از اون داشته باشم. آره، هر چیزی یه دلیلی داره و قطعا یه دلیلی داره که همه هی ترکت میکنن. چی؟ یعنی تو فکر میکنی که همش تقصیر خودمه؟ قبل از اینکه بقیه رو به خاطر اینکه طرفتو نمیگیرن سرزنش کنی، بهتر اول به این فکر کنی که چرا خودت نتونستی اونا رو طرف خودت نگه داری. دلیل تنهاییت خودتی، هیچ کس دیگه نیست. من تنها نیستم. کی گفته من تنها؟ از اینجا چی کار میکنی؟ چرا به جای بودن پیش دوستات یا خانوادت اینجایی؟ چرا به من وابسته شدی؟ پس تنهایی. همش به خاطر اینه که هیچ کس رو طرفت نداری. تو آدم تنهایی هستی. هیچ جایی هم برای رفتن نداری. من اینا رو خوب میدونم. باید این حرفا رو بهت میزدم. برو گم شو. اینجا خونه منه. تو باید بری. یه کلمه دیگه هم نگو و گم شو. پیامکم بهت نرسید؟ چرا رسید؟ پس چرا بهم زنگ نزدی؟ میترسیدم. بعد از اینکه بهم زنگ زدی خیلی با خودم فکر کردم. چقدر احمق بودم. اول از همه به تو گفتم که سونگی رو دوست دارم. تو بودی که نامه هامو بهش میرسوندی. هر وقت که اوزام با سونگی خوب پیش نمیرفت همیشه میومدم از تو کمک بگیرم. حتما همیشه اوضاع برات خیلی سخت میکردم. خیلی متاسفم، اما فکر کنم به این متاسف بودنم بخوام ادامه بدم. راستش من میدونم چه حسی داره که یکیو که دوستش داری تو رو دقیقاً متقابلاً دوست نداشته باشه. بهتر از هر کسی دیگه میدونم که چقدر میتونه برات ناراحت کننده باشه. فقط فکر کردم بهش قلبمو بدجوری میشکنه، اما وقتی هیچ علاقه‌ای به کسی دیگه ندارم کاری هم از دستم بر نمیاد. تنها کاری که میتونم برات بکنم اینه که دست رد به سینت بزنم. در نتیجه خیلی متاسفم. هر وقت که بیخیالش شدی زنگ بزن. نمیخوام به عنوان دوستم تو رو از دست بدم. هیکیونگ. همسایه سونگی دومین جون. فکر نمی کنی قبلا دیده باشیش؟ این حرفا یهویی از کجا اومد؟ چی؟ این دیگه چیه؟ گفته بودم که اون همون مردیه که 12 سال پیش سونگی رو نجات داده. گفته بودم اونو میشناسم. این عکس اون موقع گرفتم. شک ندارم که این همون آدمه. چی داری میگی؟ این مال 12 سال پیشه. هم من عوض شدم هم تو عوض شدی. منم نمیدونم جریانش چیه. مهم اینه که اون مرد دقیقاً شبیه همون آدمیه که 12 سال پیش سونگی رو نجات داده بوده. حالا دوباره سر کلش پیدا شده. سونگی هنوز نمیدونه اون همون آدمه. قیافش رو یادته؟ دیدمش. مطمئنم که دیدمش، اما یادم نمیاد. حالا واقعا اولین عشقم که نبود، اما میخوام یه روزی دوباره ببینمش. میخوام ببینمش و برای نجات جونم ازش تشکر کنم و ازش بپرسم که چرا.
چرا منو نجات داد؟ فقط همین دیگه. گفت خونه خودشه ولی انگار گذشته رفته. چقدر گشنمه. لطفاً مرغ و آب میوه بهم بدید. با خودم میبرم. اینجا چی کار میکنی؟ چرا تو خونه اونی؟ اون مردی که کجاست؟ حالا مگه چی شده؟ بیا بیرون. بیا دیگه. ای ولم کن. جای دیگه برای رفتن نداشتم. اون روز که از بیمارستان مرخص شده بودم یکی اومده بود و خونمو به هم ریخته بود. منم مجبور شدم بیام اینجا. چرا جایی نداری؟ خونه مادر تو هتل که هست. نمیخوام برم هتل، نمیخوام برم پیش مامانم. حتما نمیتونم برم دیگه. اینجا نمیشه بمونی. اگه نمیتونی جایی بری بیا پیش من. چرت و پرت نگو. خب برات یه خونه میخرم. برو اونجا. هر جا میخوای بری برو. اما اینجا حق نداری بمونی. لی هی کیونگ، خودتو کنترل کن. یه خونه برای تعطیلات توی چونگ پیونگ داریم. یه عالم محافظ و سرآشپز اونجا داریم. بریم یه مدتی اونجا بمونیم. بریم همونجا. خواهش میکنم. این مدت خیلی سختی کشیدی. بیا بریم. تو برو تو ماشین، منم وسایلمو برمیدارم. ممنونم. حالا حسابی خوش بگذرون. وقتی که تنها بشی نبودم و حس میکنی آقا. چیه؟ چی شده؟ چون سونگیم برای همه چی ازت ممنونم. برای تعطیلات دارم میرم چونگ پیونگ. نه نیازی نیست بهش بگم دارم کجا میرم. اون وقت فکر میکنه که ازش میخوام بیاد دنبالم. نه بابا ول کن، اصلا نشد. گفتم چیزی شده؟ دامی جون نه! ببینم تو کی هستی؟ چی؟ تو همون آدمی هستی که 12 سال پیش سونگیو نجات داد؟ خودت یاره؟